ما تو املاک کار میکنیم، جایی که هیچ وقت مشکلات تموم نمیشن و هر روز با چالش‌های جدید روبرو میشیم. ما تو املاک کار میکنیم، جایی که هر روز با دنیای پیچیده ای از قراردادها، مشتری‌ها و مشاورای دیگه در ارتباطیم. ما تو املاک کار میکنیم، جایی که هر روز باید استرس، دلهره و نگرانی مواجه بشیم تا یه قرارداد 2 سربرد داشته باشیم. ما تو املاک کار میکنیم، جایی که تو شدیدترین فشار کاری باید همیشه لبخند بزنی تا امید رو به مشتریات منتقل کنی. ما تو املاک کار میکنیم، جایی که باید ساعت‌های طولانی و حتی تعطیلات به جای استراحت در حال مذاکره با مشتری و پیدا کردن فایل مناسب باشی. ما تو املاک کار میکنیم، جایی که حقوق ثابت نداری و تا وقتی یه کاری رو به قرارداد نرسونی هیچ پولی دریافت نمی‌کنی.